خب در کره زمین تنها کسی که سکولاریسم رو تدریس کرد من بودم. کسی جرأت تدریس سکولاریسم نداره، میگیرنش. این رازهایی بودی که ما توی این برنامه‌ها شما غیر ریاستی منو گوش می‌کنی نمی‌فهمی، همیشه هم نمی‌خوام توهین کنیم، میگیم برو گوش کن برنامه رو، حداقل بدونی الان من چی دارم میگم. اما عنوان مثلا من دارم میگم تمام مشکل جهان راجع به ایرانه، شما میگی برو بابا نمی‌فهمی، اصلا موضوع رو نمی‌فهمی، من راجعش حرف بزنم. در واقع باید برنامه‌ها رو گوش کنی، برسی به یک شعور سیاسی تا بعد از این ما یه جمله میگیم به جای اینکه ببندی بری بگی بعد از 6 ماه بگی آقا گوه خوردم، خب اولش گوش بده. 6 ماه سطح شعورت هم ثابت مونده یا رفته پایین؟ اگر این 6 ماه زندگی تو جابجا کن مغز تو. قصد توهین نداریم، نمیفهمی. هر چی میری جلوتر موضوع رو بیشتر باز میکنی، بیشتر میفهمی. سکولاریسم ما تدریس کردیم به جهان، ما اومدیم رفتیم به هیچ فرق هم برامون نمیکنه. سپاه و پاسداران، رضا پهلوی، هیچ فرق واسمون نمیکنه. ما به سپاه پاسداران، به جمهوری اسلامی، به بسیج اعلام کردیم این مسجد مکان چیه؟ عبادت خدا. گفتیم خیلی عالیه، بسیار عالیه، من عاشق اسلامم، بفرمایید. من عاشق یهودیام، بفرمایید. پایگاه بسیج چه چیکار میکنه؟ سکولاریسم رو بردیم زیر سوال. تمام کسانی که خودشون سکولاریسم میدونستن علیه ما قیام کردن، ما فوش دادن. بس نمیدونستن. زر زدن، حرف زدن، بلغور کردن، نشخوار کتاب‌های دیگران. خیلی ساده است. هر خری میتونه این کارو بکنه. اصلا تو خر چرا که سلطنت طلبی، نمیدونم دموکراتی، نمیدونم هر چی هستی تو جهان، تو خر چرا؟ بده به هوش مصنوعیت میگه. ضبط صوت همینو میگه. یه کتابو ضبط کنش هی میگه تا صوت. عمل به این تفکر خیلی سخته. دموکراسی تازه من سکولاریسمی که 1000 امپراتوری فارس به خدا اصلا من لای قوانین امپراتوری فارس باید بگردم سکولاریسم پیدا کنم، میگم های سکولاریسم پیداش کنم. اینقدر قوانین محکم و قدرتمنده.